د قانون تر میاشتو جنجالونو وروسته څه موده مخکې د ملي شورا لخوا تصویب او د ولسمشر حامد کرزي لخوا نه توشیح شو. د کانونو او پترولیم وزیر محمد اکبر بارګزي ویلي چې د قانون به په هیواد کې د لویو کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب په برخه کې ډیره مرسته وکړي او میلیونونه افغانانو ته به د کار زمینه برابره کړي. ښاغلي بارګزي ویلي چې د افغانستان په 10 سلنه ځمکه کې د 3 تریلیونه ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې شته چې تر راتلونکو څو کلونو پورې به افغانستان پر خپل اقتصاد تکیه وکړي او یو لوړ اقتصاد به ولري. د قانونو نوی قانون چې ویل کېږي 20 فصله او 117 مادې لري. د افغانستان د اقتصاد په لوړېدو کې لویه هیله طبیعي زیرمې یا کانونه دي. خو ځینې مدني بنسټونه د قانونو پر قانون نیوکه کوي او وایي چې د قانون ډېرې تشې لري چې نه یوازې د افغانستان منافع نشي تامینولی بلکې به په هیواد کې د ملي بحران لامل وګرځي. السلام علیکم، زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست چې له لمر، طلوع نیوز او اراکوزیا راډیو څخه خپرېږي. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د قانون وزارت ویان ښاغلی محمد رفیع صدیقي او د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو مشر ښاغلی ازراق شافزي. تاسو ستړي مشئ، بس پخیر راغلی. زموږ د خپرونې بل میلمه د قانونو د روڼتیا د سار بنسټ غړی اکرم افضلی دی چې تر اوسه نه دی راغلی. کیدای شي په څو شیبو که هغه زموږ سره په خپرونه کې یوځای شي. آقای صدیقی، در آغاز به شما قبل از این یک نگرانی که در مورد معادن در افغانستان وجود داشت، او میگفتند که دست مافیاست، هم در قراردادهایش هم در استخراج غیر قانونیشان. با تصویب و توشیح قانون جدید چقدر فکر میکنی که دست مافیا کوتاه شود واقعا؟ بسیار تشکر. سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی، جناب حافظی صاحب و دوستان بیننده. اساسا دست مافیا این خودش بر من سوال است. آیا واقعا مافیای تعریف شده را شما در افغانستان دارین که از دست بودن مافیا شما سوال میکنین یا از این بابت نگرانی وجود داره؟ این یک مسئله است و این باید واضح شود. اما قانون جدید معادن در چگونگی امر مبارزه با فساد فصل 17 این قانون مکانیزم های واضح و دقیق و راهکار منسجم تعریف میکنه که راهکار میتونه دوچندان تقویه بکنه اراده وزارت معادن در امر مبارزه با فساد و چگونگی حفظ شفافیت در پروسه قراردادها. یک چیز دیگه هم هست در مورد قانون جدید که همین نهادها 5 مورد اشاره کردن و گفتن که این 5 مورد میتونه که باعث بحران ملی حتی در افغانستان شود. اولی که من فکر میکنم یک نهاد کوچکتر از است که بحران ملی را تعریف بکنه در یک نظام. بحران ملی نیاز به یک تحقیقات استراتژیک در یک کشور داره و در کشورهای دیگه حداقل زمانی که برای تعریف رفتن به بحران ملی یا بیرون آمدن از بحران ملی میشه بین 1 تا 3 سال زمان میگیره این مسئله. اولی این مسئله منتفی است. بحث دیگه ای است که 5 مورد را که اینا اشاره کردن من دقیقاً به ذهن دارم و من فکر میکنم که فهم اینا از قانون فهم اصل متن نبوده. قانون در سطح عموم مسائل کلی را مطرح میکنه، به فروعات نمیره، ولی تفسیر قانون یا فراق قانونی که در حوزه حقوق برش میگه شما را راه حل هایی را بهتون باز میکنه که راه حل ها میتونه چالش ها و آسیب هایی را که از او بابت روبروی شما میشه اون مسائل حل بکنین. یک مسئله و موضوع دیگه ای که قانون معادن در تطابق با معیارهای منطقه، فرامنطقه و بین المللی تدوین شده. این قانون متخصصین افغانی نه، بل در همکاری با متخصصین بین المللی ما تدوین نمودیم. مورد رکینا اشاره کردن یک چیز خویی گفتن که پیشتر هم سرش بحث کردیم که گفتن که این قانون دست مافیا و فسادگران را برای حیف میل سرمایه های مردم باز میکند و 5 مورد را که اینا اشاره کردن، یک گفتن که شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، مشخص نبودن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها سود میبرند، عدم مشوره با جامعه مدنی و در تدوین آن نبود مکانیزم حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه ذکر نکرده رفته. از شما سوال دارم، آیا فکر میکنین این موارد ما را ببره به بحران ملی؟ خب این شما پاسخ بگین چون بس حالا میخوایم بحث باز بسازم. ادعای اولشانی بود که در چگونگی امر مبارزه با فساد مسائل به گونه شفاف تدوین و تبیین نشده در این قانون. ما کد میتیم و منبع تعریف میکنیم. فصل 17 این قانون دقیقاً فصل است که در امر مبارزه با فساد
تمام میکانیزم ها و راه حل ها را به گونه منسجم تعریف میکنه. موارد دیگه که شما اشاره کردین همش در این قانون بند و از هر ماده این قانون، از هر ماده قانون، از ماده اول تا به 117 شما میشه تفسیر این مواد پیدا بکنین. اما بستگی به این داره که یک ماده را و یک مواد کی تفسیر میکنه. مفسر با کدام پیش‌فرض و رویکرد متوسل بر تفسیر یک قانون میشه. این اساسی ترین مسئله است. اگر ما بخوایم که با یک رویکرد منفی یک قانونی که در تطابق با معیارهای منطقه و فرامنطقه تدوین شده او را برچسب بزنیم، من فکر میکنم که ما را به بحران ملی میبرد تا که این دستاورد تقویت بکنیم و دو چندان تقویت. خب اولی که شما حتما سر به وبسایت وزارت معادن و پترولیوم زدین، از ابتدا تا انتها تمام قراردادهایی را که اعم از معادن کوچک، بزرگ و متوسط، قراردادهایی که تا این دم صورت گرفته در دسترس مطبوعات عزیز. قانون جدید الان توشیح شده. قانون هم از این بابت ممانعت نداره. از این بابت ممانعت قانون نداره. این حرف از اینا بی بنیاد است. پس نداره. هیچ ببینین عرف معمول در حوزه بین الملل نسبت به قراردادهای معادن در دست قرار گرفتن این قراردادها برای مردم است و مطبوعات، و این عرف پذیرفته شده است و این معیارها را ما رعایت کردیم و اراده ما بر تطبیق این معیار هاست. آقای افضلی و ما خودشان آمدن، زیادتر مواردی بود که اینا رو میشه به اونا بحث کنید. دوباره به شما برمیگردم. آقای افضلی خوش آمدین شما. شکر. خب شما نبودین، مواردی که شما اشاره کرده بودین با آقای صدیقی بحث میکردیم و این موارد اینا رد میکنن، چیزایی را که شما مطرح کردین 5 مورد در مورد قانون. حالا میشه خودتان مشخص بسازین که انتقاد شما مشخصا بر کدام موارد است؟ چیزی که شما اشاره کردین قانون گفتین که نه باعث منافع ملی در افغانستان خواهد شد بلکه باعث بحران ملی خواهد شد. اینا چیزایی را سوال میکردن که ما گفتم آقای افضلی اومدن باز خودشان جواب بدن. بفرمایید. خب بسیار تشکر. از هم اولتر سلام خدمت شما و دوستایی که اینجا در بحث تشریف دارن. با عرض معذرت که من چون از شهر بیرون بودم کمی دیرتر رسیدم، صحبت‌های هم که شما داشتین من نشنیدم، بنان نمیتونم که به او صحبت‌هایی که اینجا شده پاسخ بگم. البته در موردی که ما ذکر کردیم در مورد قانون معادن، موردی است که نه تنها دیدبان شفافیت افغانستان بلکه یک تعداد زیادی از جامعه مدنی افغانستان که همواره تلاش‌های زیاد داشتن در مورد از اینکه ما یک چارچوب خوب برای به خاطر مدیریت سکتور معادن ایجاد بکنیم، هر وقت او ارگان ها تلاش کردن، ما تلاش کردیم، با هم یک جا ارگان های بین‌المللی با هم در تماس هستند و ما از شروع از این قانون که وقت دوباره سرش کار شروع شد که تعدیل شود، ما نظریات خود داشتیم، تحلیل‌های خود داشتیم، معیارهای بین‌المللی را مد نظر گرفتیم و به اساس از او پیشنهادات خود هم به وزارت معادن داشتیم، هم به ورئیس جرگه افغانستان داشتیم و هم به مشران جرگه داشتیم و به رئیس جمهور افغانستان هم پیشنهادات خود از راه‌های متفاوت کوشش کردیم که برسانیم تا بتونیم که ما اساس قانونی بسیار قوی را به خاطر سکتور معادن ایجاد بکنیم تا ما با مو مشکلی که کانگو امروز رو برای مشکل رو برای یکی از خلاهای قانونی است که مشخص نبودن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها سود میبرن. آقای صدیقی رد میکنه، میگه که نیست، همه چیز میگه روشن است. خب اینا بفرمایید بگن در کدام ماده از این قانون ذکر شده که باید مالکین اصلی قراردادها یا کمپانی ها یا شرکت هایی که برنده می باشن اونا به نشر خواهد رسید. ما خب ماده رو ندیدیم، اگه اینا کدام ماده رو دیدن که نو اضافه شده باشه و ما خبر نباشیم بعد از توشیح اضافه شده باشه. یادداشت میکنه. ما شما شاهد از هستیم که افغانستان فعلا بازارش یک بازار است که فقط در چنگال چند نفر است که اونا قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی دارن و این مرزها را از بین بردن و اونا یک مونوپولی را ایجاد کردن که ما هم در مورد از این گزارشات داشتیم، تحقیقات خود انجام دادیم و بارهایی را گفتیم که اگر سکتور معادن هم به می شکل که فعلا روان هستیم روان باشه، خطراتش بسیار زیاد است. چون به خاطر این سکتور شما ببینید که ممالک دیگر را ببینید، مثلا کانگو کار خوب نکرده، نتوانستن که حسابدهی و شفافیت خوب را ایجاد بکنن. در اونجا گروه های متفاوت جنگی است که یک اقتصاد جنگ به میان آوردن و اونا اجازه نمیتن که کانگو بالاخره مردمش از این منابع استفاده درست بکنن، بلکه به یک آفت تبدیل شده منابع طبیعی در اونجا. در
افغانستان هم ما اگر ببینیم ما پیش از پیش جنگ بسیار گسترده در افغانستان شده، جنگ روان است فعلا در نقاط مختلف افغانستان و گروه های متفاوت هستند که اونا زورگرا هم هستند، مخالفین حکومت هم هستند و همچنان بعضی از گروه های دیگه که مربوط به حکومت هستند که مثلا پلیس محلی است، اینا سوء استفاده خود از منابع طبیعی کردن میکنند و 1400 نقطه را ما نمیگیم. حکومت افغانستان میگه که 1400 شخصی است که 1400 نقطه است که 2100 نفر در دست دارن که به شکل غیر قانونی استخراج میکنن. حالا اگر اساس قانونی ما هم به شکل درست نباشه، ما نخواهد نیستیم به این موارد بپردازیم و همچنان مواردی که به شکل قانونی پیش میره در اونجا هم امکانات زیاد از است که سوء استفاده ها صورت بگیره. به خاطر از اینکه ما اول در مورد نشر قراردادها گفتیم، نشر قراردادها نه تنها که مهم است بلکه حیاتی است. ما باید بفهمیم که قراردادها به چه شکل صورت میگیره و باید که هر چه زودتر باید نشر شود، این باید الزامی شود در قانون، نه ای که ما ببینیم که قانونی را منع نمیکنه بران این وزارت معدن تعلقات گرفت که قرارداد کدام معدن نشر بکنه یا کدام معدن نشر نکنه. مثلا شما ببینید که قرارداد عینک تا حالا نشر نشده و دلیلش میگن که ما به خاطر از این نشر نمیکنیم که ما با کمپانی را همین قسم قرارداد کردیم که ما قرارداد باید نشر نکنیم. خب حالا منافع ملی مهم است یا منافع شرکت ها در اینجا مهم است؟ منافع مردم مهم است یا منافع گروه های یا افرادی که در اینجا ذی‌نفع هستند از اونها بسیار مهم است؟ ما خواست ما این بوده که نه تنها قراردادها باید نشر شود بلکه در قانون باید که این الزامی شود که کسایی که شرکت هایی که پیشنهاد هم میتن اونا هم باید که پیشنهادات از اونا هم باید به نشر برسه تا دیده شود که کمپانی برنده یا شرکت برنده واقعا شرکت برنده بوده به اساس مسائل سیاسی و نفع بعضی از اشخاص و سیاست ها و مسائل. بفهمین که یک کمپانی تعلقاتش با کدام مقام است یا نیست معلوم باشه. دقیق این هم باید معلوم باشه و این هم که شرکتی که برنده است واقعا آیا به بهترین پیشنهاد ارائه کردن و یا هم است که پیشنهادات دیگه خوبی بوده که اونا انتخاب نشده و این پیشنهاد مثلا پیشنهاد از اینا انتخاب شده. تشکر آقای افضلی، ان شاء الله برمیگردیم روی موضوعات دیگه بحث میکنیم. حافظ صاحب، تاسو دغه نوې قانون چې د قانون لپاره توشیح شوی دی څنګه ارزوئ، څومره په ګټه دی او څومره کولی شي واقعا لکه ټولې هیلې په افغانستان کې اوس فقط هم دا قانون ته دی چې د افغانستان اقتصاد په دې قانون باندې تطبیق کیدی شي؟ تر ټولو څخه د مخه د لوی خدای په نامه او تاسو ته محترم میلمنو ته ستاسو همکارانو ته او د طلوع لمر او طلوع نیوز او ارمان رادیو او محترم مینوارو ته سلام او احترام تقدیموم. د دې لپاره چې دا دوستان هم زما په خبرو باندې په ژوره توګه متوجه شي، ځکه چې دوی بحث په دري کې پیل کړل، زه دا پیلوم بیا وروسته بیا هغه کوم. مهرباني. اول خو ما خدمت شما عرض میکنم که بدترین قانون از بیقانونی که خوب است. در یک جایی که خلای قانونی است و هیچ نظام وجود نداره، اگر شما یک قانون داشته باشین با نواقص خوب است. دوم بر شما عرض میکنم که از سال 2003 به این طرف در تمام ارزیابی هایی که دنیا میکنه افغانستان از جمله 3 کشور فاسد است که دو فساد فقط رشوت نیست، فقط اختلاس نیست، نبود قوانین است، نبود سیستم است و فرد سالاری است. اشخاص و افراد تصمیم فردی میگیرن، یک استبداد متمرکز اینجا وجود داره و در پالوی از یک الگارشی مالی سیاسی وجود داره. در مملکتی که 9260 تن تریاک تولید میشه و مثل قطره و غرق گم میشه به هوا میره، ایره کی تولید میکنه، ایره کی توزیع میکنه، ایره کی ترانسپورت میکنه، پیسه که میایی پیسه تو به اقتصاد ملی جذب میشه. یعنی ما با کامل احترامی که به جناب ایشان دارم و با دیگر دوستا عرض میکنم که بله در افغانستان یک مافیای بسیار نیرومند وجود داره که بخشی از مافیای منطقه و بخشی از مافیای بین‌المللی است و این مافیا برای که پولهای سیاه خدا قانونی بسازن به راه‌های مختلف متواصل میشن. اینا جایداد میخرن، زمین دولتی رو میگیرن، باز پس رو میفروشن، باز پیسشان در
جریان پول بین‌المللی شامل میشه. باز میرن در خارج از مملکت باز جدول کلان میخرن یا چی میکنن. معادن یکی از عرصه‌هایی است که طرف توجه مافیاست و این مافیای بین‌المللی منطقوی است که در افغانستان هم مافیای ملیش تشکل یافته و مافیا در کل دنیا چیزی بسیار متفاوت از دیگران نیست. اونا معدم هستن، بسیار لباسای خوب میپوشن، بسیار موترهای لوکس دارن، بسیار میمانیای خوب میتن و بسیار از یک مشاورین خوب برخوردار هستن که حتی در مورد اتیک و آداب و آرایش چهرهشان برشان مشوره میته و به یک چطور امر مردم برخورد کنن. بسیار مردمای مؤدب و بسیار مردمای فریخته ظاهرا هستند و همه دوستا را بس سراغش میروند و اونا را در غم و شادی کمک میکنن. ولی چیزی که اونا میخواهند نیست که منافع ملت ها را به نفع خودشان یک بخش تصرف میکنن. قوانین مانند خس و خاشاک از پیش پای خود میبردارن، کارشان در هیچ اداره بند نمیشه و مخصوصا که مافیای مالی با مافیای سیاسی یک جای شود و متاسفانه در افغانستان تشکل یک مافیای نیرومندی که اقتصادی است و پشتوانه سیاسی داره و آشوب‌ها را تمویل میکنه وجود داره. ما از سال 2005 بارها اعلان کردیم که باید بین اقتصاد مشروع افغانستان و همچنان از تلویزیون شما ایره بارها گفتیم و بین اقتصاد مشروع افغانستان که سنت پیغمبر است و یک کنش انسانی است و بخش از عرضه خدمات است برای مردم و عامل منفعه است و صدقه جاریه است و بین حرکات اقتصادی مافیایی باید ما خط بکشیم. گرچه خط کشیدن برای ما بسیار قیمت هم تمام شده تا بالم و آینده هم تمام خواهد شد، اما به هر صورت توکل به خدا و به نام نامی مردم افغانستان یک جان است. سر وقت یاد زیر لحاف آدم میمونه یک جای و اگر رفتم بره فرق نمیکنم. ولی ما باید حقایق بگیم. حقیقت هم است که به قول خود وزارت محترم معدن تعداد زیادی از دارایی‌های عامه که معدن هم جزو از او است توسط اشخاص زورمند در جاهای مختلف غصب و تصرف شده و اونا بدون رعایت قانون و بدون از اینکه مکلفیت‌های مالی خود تادیه بکنن یا در مقابل استخراج معادن پول بپردازن به دولت فقیری که گدایی میکنه. اینا تعداد زیادی از معادن طلا گرفته تا معادن سنگ‌های قیمتی و حتی تا معادن مواد نفتی و گاز هم ما شاهد استخراج غیر قانونیش بودیم. چون ما در پالی از که رئیس رابطه بین‌المللی اتاق هستم، رئیس اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان هم هستم و کل شرکت‌هایی که قانونی جواز دارن و کار میکنن با ما هستن و ای که در کجا صدمه میبینن. یک از صدماتی که میبینن نیست که از حرکات غیر قانونی که در عرصه نفت و گاز صورت میگیره اینا متضرر میشن و همین زیرساختایی را که برای زیرساختای ملی افغانستان است همین به خطر مواجه است. برای که یک آدمی که زد و بند داره مسئول تیل نمیده، یک آدمی که مسئول میده او رقابت کرده نمیتونه، تمام سرمایه‌گذاری کرده به سقوط مواجه میشه. و در پالی ازی ما شاهد هستم، ما بارها تقاضا کردیم از خود جلال الملک رئیس جمهور افغانستان و معاون اقتصادیشان در وقت و همچنان وزرای محترم معدن که قبلا بودن که همی لطفاً قرارداد مثل اینه که برای ما بتین. من باعث رئیس عمومی اتاق حق دارم که از شما تقاضا بکنم، چون من نماینده منتخب سکتور خصوصی برای ما کل سکتور خصوصی رای داده و ما یک طرف قضیه هستم و باید ما مشترکاً و مردم افغانستان جواب بدیم. پابلیک پرایوت پارتنرشیپ باید داشته باشیم در مورد. گرچه مرا در او مجلس ها خواستن، در کل مجلس ها که قرارداد میکردن، ولی که از دادن جزئیات قرارداد برای ما باورزن و گفتن که یکی از موادی که ما با امضا کردیم میست که ما این قرارداد علنی نمیکنیم. یعنی شما هم از جزئیات قرارداد خبر ندارید؟ نه اینا ما خبر ما که داشتم برای ما به شکل گفتن که این قرارداد بسیار مفید است، چون برای ما دو تا حریفای این قرارداد مثل اینک مراجعه کرده بودن، یک شرکت کازاخستانی و یک شرکت کانادایی. اینا آمده بودن گفتن ما برنده بودیم، برای ما ندادن. باز ما گفتم ما باور نمیکنم که شما برنده بودین، چرا حکومت باید به کسی بده که منافع افغانستان رو بیشتر تامین میکنه. باز من رفتم پرسان کردم از مسئولین محترم وزارت معدن و یک روز هم در شورای ملی مرا و وزیر صاحب معدن وقت و اینا رو خواستن گپ زدیم
باز اونا گفتن که اینا خط آهن تمدید میکنن، یک بونوس است بر افغانستان، 82 میلیون دلار میتن و اینی دو مسئله است که بر ما بسیار مهم است به حیث یک کشور مواد به خشکه. باز گفتم اگر یک چیزی واقعا باشه درست است. بعدها در سفر که با جلال رئیس جمهور افغانستان به چین داشتیم، اونجا ما با CPPIT که رئیس معادل اتاق تجارتشان است اونجا همراه از او ملاقات داشتم. در این بود که بسیار خوشبینانه گپ زدم. اونا گفتن که نه چنین چیزی نیست، ما به شما میسازیم خط آهن لیکن پیسش باید بدین. این اولین بار چی بود. بعد از اون ما در شورای ملی آمدم این موضوع را به دعوت منابع طبیعی، کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست یک نشست داشتیم. در اون نشست وزیر معدن هم بودن، وزیر تجارت و صنایع هم بودن، وزیر اقتصاد هم بودن. همونجا ما گفتم که ما یک چیزی میگن. باز بالاخره از شورای وزیران هم این افشا شد این موضوع در مون مجلس در خود کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان به دعوت از کابینه که گویا گفتن که بله چیزی که به کابینه معلومات داده شده بود و ما رو تصویب کردیم در شورای وزیران با چیزی که در متن قرارداد سوال علنی میشه و ما درس کرده بعضی که ما بسیار فرق است. مثلا چینایی‌ها میگن که تعهدات ما نکردیم، ولی از قول وزارت معدن ما گفته میشه که نه یا تعهدات کردن و یک کار میکنن دیگه با وقت و زمان معینش قرارداد ایفا نشد. مانند از بعض قراردادهای دیگه است که من شاهدش هستم که متن قرارداد در نوشتنش ما دخیل بودیم اما 5% هم قرارداد تطبیق نشده. یعنی مشکلات تایید میکنید؟ نه، ما فقط میگم براتون که قانون خوب است، کمبودهای خود داره و ما اینم میگم براتون که مافیا وجود داره در تمام عرصه ها فعال است و اساس مافیای ما که یعنی مواد مخدر است و در پالوی مواد مخدر اقتصاد جنگی است که توریسم تمویل میکنن. این مافیا با این مافیا یک جای است، یک پولای بسیار کلان است، به میلیاردها دلار است و اینا اینقدر وزنه دارن که اقتصاد مشروع افغانستان تحت تاثیر گرفتن. به خاطر ما صنایع ساخته نمیتونیم، ما یک کار جدی که به خودکفایی افغانستان بیانجام دادن نمیتونیم. به این خاطر اینا وجود دارن و اینا در همه بخش‌ها متاسفانه در بخش یک بدنی از دولت هم یار و مددگار و شریک مافیاست. تشکر آفیسی صاحب. برمیگردم صدیقی صاحب، چند مورد، یک چیزی که آفیسی صاحب مافیا را تعریف کردن، بیشتر شما تعریفش خواستین، آفیس بسیار واضح گفتن که در هم عرصه ها است. موضوع دوم چیزی را که آقای افضلی سوال کردن از شما که کدام ماده است که در قانون جدید که مشخص می‌سازه کسایی که قرارداد میگیرن. دوم یک موضوع دیگه هم بود که گفتن خود وزارت گفته که 1400 نقطه است که معدن به طور غیر قانونی یا سوی زورمندان یا هر کسی که هست اخراج بشه که خودش مافیا گفته می شود. بسیار خوب. اولی که با آقای افضلی ما کد میتونم ماده و بند و فصل قانون. فصل 4 عقد قراردادها یا اعطای جواز، شرایط عقد قرارداد و کسب جواز است. ماده 16 4 بند داره، بند اول، بند 2، بند 3، بند 4 مسئله حکم بر آن چیزی داره که شما از بابتش نگران هستین. من فکر اجازه بدید. اگر به من اجازه بدید که بند بخوانم واضح بشه. شخص میتواند با وزارت معادن و پترولیوم قرارداد را عقد و جوازهای مندرج این قانون را به دست آورد که دارای شرایط ذیل باشد. 1. شخص حقیقی و داخلی سن 18 سالگی را تکمیل نموده و جواز سرمایه گذاری را به دست آورده باشد. وقتی که جواز سرمایه گذاری میگیم هویت شخص و صاحب امتیاز او کمپانی هم معلوم میشه. 1. مسئله دوم، شخص حکمی داخلی مطابق احکام قوانین افغانستان به حیث شخصیت حکمی شناخته شده و جواز سرمایه گذاری را به دست آورده باشد. متوجه باریکی متن شدین؟ شخص حکمی داخلی مطابق احکام قوانین افغانستان به حیث شخصیت حکمی شناخته شده و جواز سرمایه گذاری را به دست آورده باشه. شخصیت حکمی تعریف داره و هویتش هم شناسایی میشه. مسئله سوم، شخص حکمی شخص حقیقی نیست دیگه. شخص حکمی که یک مسئله قرارداد اجتماعی تعیین میشه که شخص مثلا شرکت، مثلا یک مؤسسه، یک شما یک شخصیت حقیقی دارین، یک شخصیت حقوقی. همه ما شما شخصیت حقیقی را داریم، ولی شخصیت حکمی کسایی هستند که در یک حوزه سرمایه گذاری میکنن
که یک شخصیت حکمی مطابق به قوانین نافذه کشور و مطابق به مو جواز را که به دست میارن و در او جواز که صاحب امتیاز هستند هویتشان صاحب امتیاز چگونگی سرمایه گذاری حتی شما مستحضر هستید نه شخص نه خیر مثلا شما رئیس یک کمپانی شخصیت حکمی یک شرکت داره در ضمن کو شرکت شخصیت حکمی است خودی نه تنها که یک شخصیت حقیقی است بله به محض که رئیس یک کمپانی میشه از شخصیت حکمی هم برخوردار میشه و یک شخصیت حکمی هم تعریف میشه. مسئله بند سوم این قانون میگه که شخص حکمی خارجی مطابق احکام قوانین کشور مطبوع خویش حائز شخصیت حکمی شناخته شده و طبق احکام قانون جواز سرمایه گذاری را در افغانستان به دست آورده باشد. بند چهارم میگه توانایی خود را در مورد فراهم نمودن سرمایه، ماشینالات، تجهیزات، سامانالات و تخصص لازم جهت تطبیق شرایط مندرج جواز به اثبات برساند. 4 بند این قانون است. اولی که نگرش قانون در قاعده های حقوقی به فروعات نمی پردازه، مسائل به صورت عموم مطرح میکنه و شما برای همین است که تفسیر در قوانین دارین و نیاز به مفسر قانونگذار دارین که در این مسئله آنچه را که اینا نگران هستند هم ازش میشه تفسیر کرد و همین مسئله صراحت داره، یعنی صراحت مسئله وجود داره. یک مسئله از بابت فساد هم پیشتر اینا نگران بودن. فصل 17 این قانون تمام موادش از چگونگی مبارزه با فساد صحبت میکنه. مسئله سوم را که این جناب حافظی صاحب اشاره برش داشتن تعریف کردن از مافیا در سطح عموم. بحث ما به عنوان مامور و حکومت روی عموم نیست، این که در همه عرصه ها است، یک چیز کلی است. شما پیشتر رد کردین گفتین از زمانی که ما آمدیم چیزی به نام در وزارت ما اما 1400 مورد گفتن که شما خودتان مشخص ساختین که به طور غیر قانونی معادن استخراج می شود. 1 سال پیشین ریاست تفتیش وزارت معادن سروی را انجام داد و 1400 نقطه را با عنوان نقاط شناسایی کردن که معادن به گونه غیر قانونی مورد بهره برداری و استخراج قرار می گرفت. بحث مافیا یک تعریف کلان داره. مافیا یعنی حکومت در سایه نسبت بر رسیدن در تضعیف قدرت. تعریف شما از مافیایی است؟ این مافیا یک تعریف استاندارد، یک تعریف بین المللی مافیا است. تعریف من نیست. این تعریف ماکیاول میکنه، این تعریف مونتسکیو میکنه، این تعریف ژان ژاک روسو میکنه که کسایی هستن که حوزه علم سیاست تعریف کردن. این تعریف من نیست. ما چنین مافیا را در افغانستان که در تلاش تضعیف قدرت باشه داریم یا خیر؟ اگر داریم اینا کیها هستند و در کجا قرار دارن؟ موقعیت فعلی از اینا کی است؟ جناب حافظی صاحب اشاره بر این داشتن که اینا لانکروزر هم دارن، حتی استاد دارن که جست و حرکات و چگونگی صحبت اینا را رویش بحث میکنن و حتی مهمانی خواه مسائل. ما بحث می است که ما مافیا یک چیز دیگر را میدانیم، نه این داشتن لانکروزر اینا. این کسایی که به طور غیر قانونی معادن استخراج میکنن زور دارن، اینا رو شما چی نام میگید؟ اجازه بدین. برای ما بالاخره استخراج غیر قانونی نگران کننده بود در اون زمانش. نه افرادی که دست میزنن به می کار شما چی نام میگذارید؟ مافیا نیستن، کیستن اینا؟ بالاخره هر آن کسی که است نسبت نمیشه مافیا نامید، چون مافیا تعریف داره، در تطابق و تعریف آدما نیست. اینا را چی نام میگذارین شما؟ کسانی که به گونه غیر مداخله کنم ببخشید. می تعریف را که کردن ما قبول ندارم. یکی دومی که مافیا مواد مخدر هست در دنیا، مافیای سیسل مواد مخدر است، هیچ بس قدرت سیاسی کار نداشت. 4 تا دزد در مابین دولت شریکشان بود و را حمایت میکرد. اونا از طریق مواد مخدر پول پیدا میکردن، در کل دنیا مواد مخدر پخش میکردن. اونا مدعی قدرت نبودن، قدرت تعریف نمیکردن. و با ما میجا فیزیک سوال پیدا شد که در 10 سال همیشه مردم گفتن مافیا اقتصادی. پس این تعریف غلط بوده. نه عرض کنم به تامیال میگه با همین مواد مخدر 9230 تن. اگر اجازه بده عرض میکنم براتون. امیر ما براتون عرض میکنم که امیر تریاک همین مردمی که کشت میکنن، امیر ترانسپورت میکنن، امیر به بازار بین المللی میرسونن، امیر از نظر شما مافیاست یا نیست؟ همون کسی که 6 میلیارد دلار پولشویی میکنه و از من مسئولیتی را ندارم که در حوزه مواد کل گپ زدین شما گفتین مافیا در افغانستان نیست. من روی مافیای معادن صحبت دارم. خیر، من روی سطح عموم مسئله صحبت ندارم. من روی شما اشاره بر این دارین که در همه عرصه ها مافیا است. بالاخره وزارت معادن هم یک تکه جدا از این عرصه نیست و بالاخره اینجا مافیا است. ما بحث ما است
که اولی که تعریف کردم بیس که می آدرس کتابم به شما بگم. در کتابا حتمی نیست، قرآن شریف نیست و کتاب شما خوانید. اجازه بدین. هابس در کتاب لیواتان خود زمانی که قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکت مطرح میسازه، زیر چتر این قرارداد اجتماعی مافیا را تعریف میکنه و این مافیایی است که دو وقتی کو تعریف کرده متحول میشه مافیا. هر روز 10 سال میشه که مافیا اقتصادی و سیاسی همه چیز هر سال اشاره شده و میگن که است. حالا عرض را که ما به شما دارم، دنیا قبول داره. با عنوان مامور حکومت آن چیز را که ثابت میتونم در چارچوب همین وزارت کسایی مالیه که معادن نگفتم غیر قانونی استخراج میکنن 1400 نقطه را خود شما تشخیص داده بودید. کسانی اینا کیستن بالاخره؟ بستگی به این داره که نوع معادنی که اکثر 1400 نقطه را که ما بهش اشاره کردیم جز معادن کوچک است و معادن کوچک ما بیشتر روی ثبات اقتصادی کشور نتیجه ملموس نداره، اما معقولیت اقتصادی داره. بحث معقولیت اقتصادی یک مسئله است، ولی بحث رسیدن به ثبات اقتصادی و نتیجه ملموس داشتنش روی ثبات اقتصادی و مسئله دیگه است. مثلا ما کسایی را در 1400 نقطه داریم، یک کس در ولسوالی چهارآسیاب مثلا از امو جغل که در دریا است، از او جغل استفاده کرده خانه خودش آباد کرده. اونمور ما به عنوان معادن شناسایی کردیم و استخراج غیر قانونی. بناهن شما به می آدم میتونین مافیا بگوین؟ و کسایی که به نام سنگ کرومایت از لوگر استخراج میکنن، موتر انتقال میتن، او چیز باز؟ بحث دیگه، مسئله دیگه که ما میخوایم حالا مطرح بسازم. اولی که در موقعیت دفاع از او کسایی که استخراج غیر قانونی رو میکنن نمیخوایم از صحبت‌های این گونه تفسیر شود قرار دارم، اما مسئله برای است که وزارت معادن پترولیوم یک نهاد پالیسی ساز است. ما در تشکیلاتمون قوه قهریه نداریم. بیشتر شما گفتین تا حکم قراردادهایی که صورت گرفته کلش در سایت وزارت معادن به دسترس همگان قرار داره. اما مثل عینک هم مثال دادن. بسیار جالب همینجاست. قرارداد مثل عینک جز قراردادهای بزرگ است. قرارداد مثل عینک قرار بر این بود تا در دسترس مطبوعات و مردم افغانستان قرار بگیره، اما یک سری مسائل نسبت به تعهداتی که شده بود در این قرارداد ایجاب میکرد که مذاکره رویش صورت بگیره. مثلا 4 تعهد صورت گرفته در قرارداد. اصل متن ما به شما میگم، یعنی جمله را که میگم این جمله متن است. احداث 400 میگاوات 400 میگاوات برق در ولایت بامیان، احداث خط آهن از تورخم به یکی از بنادر شمالی که به احتمال زیاد حیرتان، اما مشروط دانسته شده برای که معقولیت اقتصادی داشته باشه. زمانی که باز یک چیز روشن نشد که این در مقابل همین قرارداد ساخته میشه یا در مقابل از اینکه پول برش بده، پول خواهد کشور که اینا من به شما گفتم مشروط بر این که معقولیت اقتصادی داشته باشه. معقولیت اقتصادی حال تعریف میشه، معقولیت اقتصادی تعریف میشه. معادن مثل عینک زمانی که قراردادش صورت گرفت، در این قرارداد این موارد به گونه واضح تبیین شده، اما یک مسئله بود که همه چیز مشروط دانسته شده برای این مورد برای اون مورد، ولی کمپانی MCC ابا می‌ورزه به گونه از تعهداتش. آنچه را که جناب آفیس با مسئول اتاقهای تجارت کشور چین هم مطرح ساخته، فهم و باور ما است که او هم در خلای معلوماتی مست قرار داشته، چون چیزی را که با ایشان مطرح ساخته او هیچ جنبه عملیاتی در حوزه این قرارداد نداره. بس این است که امروز در حوزه پروژه مثل عینک شما برزا صورت گرفته در قرارداد که این قرارداد جزئیاتش باید نشر نشه. اصل مسئله بر جزئیات قرارداد در این است که اولی که کار عملیاتی در ساحه از بابت استخراج آغاز شود، بعدا این مسئله در دسترس قرار گرفتن این موضوع زیاد کار نیست که او بتانه نتیجه کارکردش روی اقتصاد کشور به گونه باشه که سیر سعودی را نزولی بسازه. به خاطر چی بود میشه مشخص؟ چون مذاکره روی مواد قرارداد جری هنوز ادامه داره. مثلا در ساحه نه قرارداد امضا شده، قرارداد امضا شده، اما یک سری مواد وقتی امضا شد باز بعد از اون مذاکره چی معنا داره؟ میگم به شما اجازه بدین من به شما میگم چرا مذاکره. اول قراردادهای بزرگ در حوزه، هر قرارداد بزرگ
زمانی که شما در یک بندش دچار به مشکل میشین در تطبیق از او، نیاز به این پیدا میکنه که مذاکره بکنین و این قاعده حقوقی است. یکی از قاعده های حقوق عرف است. قرارداد هم بیشتر شما اشاره کردین تمام قراردادهای گفتین که صورت گرفته در سایت وزارت معادن است. این قرارداد نیست و چیزی را اشاره کردین که این قرارداد بزرگ است. حالا قراردادی که بیشتر شما اشاره کردین که کس از دریا جغل کشیده خانه خود جور کرده یا مو قرارداد شده، او قرارداد که نشد کنی او را مردم چی کنن؟ مردم میدونن مساینک یکی از سرمایه‌های بزرگ افغانستان است، باید بفهمن. و چیزی که کافی صاحب اشاره کردن خوب است که من میرم واضح بسازم. دو شرکت شکایت داشتن که اونا برنده هستند. زمانی که قرارداد روشن نشود اولی که مردم چی بدونن؟ اولی که اجازه بدین این مسئله هم بر بیننده واضح بسازیم. عقد قراردادهای بزرگ از صلاحیت‌های اختصاصی وزارت معادن نیست، بل کمیسیون وزرا که متشکل است از وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت و صنایع، اداره محیط زیست و در قرارداد جدید هم مشاور شورای امنیت جزء کمیسیون وزرا هستند که پیرامون عقد یک قرارداد تصمیم میگیرند و پس از تایید کمیسیون وزرا تمام معلومات مواد قرارداد که آماده شده همین مسودی از فرستاده میشه به شورای محترم وزیران. پس از تصویب شورای محترم وزیران به نمایندگی از حکومت به وزارت معادن و پترولیم اجازه امضای قرارداد داده میشه. این از صلاحیت‌های اختصاصی وزارت معادن نیست. خوشبختانه در قانون نو قراردادایی که بیشتر از 50 میلیون هم باشه گزارشش باید به شورای ملی افغانستان توسط وزیر معادن و پترولیم ارائه شود. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله که مشروعترین راه قانون اساسی تعریف میکنه و شما مطبوعات عزیز همواره وکلای محترم به عنوان نماینده های ملت تعریف کردین، بس هم اونا این مسائل میرسه. یک در حوزه مثل اینک پس بر بگردم تا این حرف مدرا هم شهید نشه و پیام ما هم واضح شود بر بیننده ها. وقتی که شما روی یک ماده در مذاکره هستید، یک چیزی را به دست نشر بسپارین که در مذاکره ممکن است در تعریف هم ماده یک سر تغییرات بیاید. در اون صورت او را درست می‌دانین که پیش از یک چیز به نشر برسه و بعد از مذاکره هم یک چیز دیگری، یا شما اینقدر صبوری دارین که و این اعتماد هم شما دارین که در جریان مذاکره کار آماده شود و مواد آماده شود؟ کار عملیاتی مثل اینک آغاز شده؟ طبیعی بله. بیست که من معلومات به شما بدم. به اندازه ببخشید به مساحت 40 کیلومتر ساعت مینروبی شده. به 3 میلیون دلار یک موزیم موقتی ساخته شده، چون ساحه مثل اینک توسط آثار باستانی پوشش داده شده و فعلا حفاری در آثار باستانی ادامه داره. و هنوز مذاکره جریان داره سر متن قرارداد. متن قرارداد تکمیل است. متن قرارداد تکمیل است و کمپانی مذکور مکلف بر آنچه که توافق کرده و پایش امضا کرده مکلف بر تطبیق از اوست. یکی از مسائل در حقوق ضمانت اجراست. شما قرارداد بر این میبندین که آنچه را توافق کردین میباید ضمانت اجرا پیدا بکنه. اراده وزارت معادن و پترولیم هم بر ضمانت توافقات است. حالا معقولیت اقتصادی این مسئله را که مطرح می‌سازند، تیم تخصصی وزارت معادن در همکاری با نهادهای بین المللی این مسئله را ما خیلی واضح تبیین کردیم. جالب اینجاست که پیشرفت اخیرم به شما میشه گفت کمپانی مذکور فیزیبیلیتی استادی یا مطالعات تکنیکی و اقتصادی خودش به وزارت معادن و پترولیم گسیل نمودن. فعلا تیم تکنیکی ما در وزارت معادن به بررسی همین مطالعات اقتصادی پرداخته و این مطالعات اقتصادی خیلی هزینه بر است. تشکر آقای صدیقی. یک جمله دیگه هم بگویم، خیلی هزینه بر است. اگر شما در دنیای دیگه مطالعات اقتصادی را میخواین در حوزه معادنتان، او کمپانی از شما سهم میخواه، ولی کمپانی MCC مطالعات بدون کدام مسئله به وزارت معادن و پترولیم تسلیم نموده و اراده کمپانی را در اجرایی شدن کار این وزارت کما فی سابق نشان. یک موضوع را که شما نگران بودین و امو بند قانون نخواندن واضح شد براتان یا هنوز؟ خب اول در آغاز باید بگم که من از روی تعریف مافیا با آقای صدیقی نمیپیچم.
ولی یک خواهش دوستانه دارم. دوست بسیار خوب ما آقای صدیقی بارها ما صحبت‌های داشتیم در مورد از اینکه افغانستان چگونه از این مشکلات بره که بیاین با مردم خود صادقانه صحبت بکنیم. ما همه ما که اینجا هستیم خادمین مردم افغانستان هستیم. اگر در جامعه مدنی هستیم، اگر در حکومت افغانستان هستیم، ما خادم اشخاص و افراد نیستیم، گروه ها نیستیم، ما خادم مردم افغانستان هستیم و باید به نفع مردم افغانستان صحبت بکنیم و هر چیزی که حقایق باشه بیاین گوره بگوییم، صادقانه گوره بگوییم. یک جوان هستند که واقعا ما باور دارم به اینکه ظرفیت‌های بسیار عالی دارن و یک باور بسیار خوب دارن برای افغانستان و میتونن که بسیار کار خوب انجام بدن. بنابراین خواهش من است که آزادانه صحبت بکنن، حقایق که هست رو بگوین و دفاعی که لازم نیست که از حکومت شود در جایی که دفاع قابل دفاع نیست اونا را دفاع نکنن. میایم به طرف از که مالکین اصلی باید تعریف شه. مالکین اصلی یعنی چی است؟ چون اینجا فکر میکنم که کمک سوء تفاهم وجود داره درباره مالکین اصلی. مالکین اصلی کسایی نیستن که شرکت ها به نام اونا راجستر است یا ثبت است. مالکین اصلی کسایی هستند که در عقب از این شرکت ها هستند، روابط دارن به اشخاصی که اونا مالکین اصلی، مالکین یا به نام از اون شرکت ها ثبت شده. گزارش است که یک وکیل صاحب 6 شرکت داره اما به نام خودش نیست، به نام یکی از افراد فامیلش است. یا این مسئله و دومی است که کسایی که مالکین شرکت هستند، دقیق کسایی که مالکین هیچ خود مردکه نامش نمیافین اما سایش مانند جن پیدا کرده میکنه. ولی شما خواستار از امکان از کسایی که هستن باید نامای از اونها نشر شود و باید که اینا باید پیدا شوند. در این موارد که آقای صدیقی ذکر کردن در هیچ جای از به نام مالکین اصلی هیچ اصلا ذکر نشده. فقط اینا چند ماده را ذکر کردن که اون ماده ها به مالکین اصلی. شما اجازه بدین که من صحبت خود یک مسئله باید واضح شود. امروز ما به عنوان جوان از به این معنا نیست که خاک به چشم ملت بزنیم و به خاطر حفظ ما بست و پوست ما آن چیزی که واقعیت نیست. خیر مردم کل ما را میشناسن. شما اجازه بدین آقای صدیقی که من صحبت خود مکمل بکنم. پیش فرضه که در ذهن ساخته شده باشه و او برچسب باشه و ما میدانیم. همین چیزی که من سوال گفتن که شخص اصلی. اجازه بدین وقتی که شما شخصیت حکمی میگین و شخصیت حقیقی میگین، این دو مسئله تعریف شده. اگر این تعریف آقای افضلی نمیدانه یک بار دیگه هم بره به دیابچه فرهنگ امید یا در حوزه حقوق میشه یک ماخذ دیگه. خب بین ما شما به اکسنف مبادل نکنیم که یکی دیگر درس بیام مزانیم به خاطر از اینکه اینجا ما شما به خاطر بحث اومدیم. اجازه بدین که من صحبت خودم مکمل کنم آقای صدیقی. شما اجازه بدین که من صحبت خودم مکمل بکنم. در نگرش قانون شما شخصیت حکمی دارین. چیز به نام مالکین اصلی شما از چیزی دفاع میکنید که قابل دفاع نیست. شما نگرش قانون قاعده حقوقی است و مطابق به قاعده صحبت میشه و تعریف رنگ شما از مسئله محاسبه است حقیقی و حکمی دارین درست نیست. تعریف شما که میکنین و در این مالکین اصلی گنجانیده شده نمیتونه. اجازه میتیم نوبتشو نه این چیزایی که گفته میشه بسیار دقیق نیست. بیاین سر مسئله که سر حکمت عملی قضیه گپ بزنیم که آیا امی قانون برای که افغانستان گدایگره از این مرحله بکشه و یک گام به پیش بریم به خاطر از اینکه عواید داشته باشیم، عواید شفاف باشه، در راه اختلاف نشه. کل سوال همینجاست. این میره بین گپ بزنیم. از زمین شروع میشه. تئوری نگیم. آقای حافظی یک از مرحله تدارکات شروع میشه. اگر مرحله تدارکات و قرارداد شفاف و درست نباشه، شما به این باور داشته باشین که قرارداد دیگه ما مثل قرارداد عینک ورخات باشه. ببینید قرارداد عینک چی کار میشه. من فقط به خاطر از اینکه شفاف نبوده امروز اینا میگن که قرارداد ما نکردیم، وزیر گذشته میگه قرارداد ما نکردیم، در وقت وزیر دیگه شده. وزیر گذشته گفتن. شهرانی صاحب میره گفتن که این قرارداد در وقت ما نشده، قرارداد وزیر دیگه کرده بود و دو اشتباهات است. اشتباهاتشون چی است؟ ببینید میگن که اگر امکان داشت ما خط ریل جور میکنیم، اگر امکان داشت ما برق تولید میکنیم، اگر امکان داشت خب از آب استفاده میکنیم، پول در مقابلش نمیپردازیم، ما سنگ زغال از بامیان میگیریم استفاده میکنیم، برق میسازیم، برق با اضافیش سر کابل میفروشیم سر مردم کابل، ولی در مقابل از پول نمیپردازیم برای مردم افغانستان. در هیچ جای دنیا قرارداد شده نمیتونه که شما به خاطر استخراج یک معدن دیگر مفت بگیرید. این مشکلات است که در قرارداد مثل عینک است و به خاطر از اینکه نشد همین مشکلات به میان آمد و ما درس ما این است که قراردادهای بعدی هم اگر نشر نمیشه همچون مشکلات باز به میان خواهد آمد و ما وقتی مشکلات پای خود بردیم که باز وقت از وقت دیر خواهد باشه. مسئله دیگه که بسیار مهم است مسئله از این است که هیچ کس از این کار کردن نمیتونه که گروه های
تنظیم شده یا انسجام یافته جرمی در افغانستان هست و اونا اگر اونا برش مافیا میگن یا گروه های انسجام یافته جرمی میگن اونا هستن و اونا سوء استفاده خود خواد کردن. آیا اینا از مخالفین مسلح حکومت انکار میکنن که هستن اونا سوء استفاده میکنن از منابع طبیعی افغانستان؟ آیا اینا از کسای زورمنده که در سطح ولایت کار میکنن زغال سنگ افغانستان نمیال کشیده میشه و روزها صدها سنگای کرومایت است که به پاکستان برده میشه، صدها موتر به پاکستان برده میشه امروز مخالفین میگن حمایت میشه زغال سنگ. ولی کسی نیست که از این پرسان بکنه. اینا میگن که ما پالیسی ساز هستیم. درست شما پالیسی ساز هستین ولی شما مسئولیت از این هم دارین که همچون مسائل باید که برملا بکنین، باید به مردم افغانستان باید بفهمانین اینا، باید که براشون آگاهی بدین و شما دفاع نکنین از گروه ها. حتی میگن که خب استخراج غیر قانونی فقط همینقدر بوده که جغل یک کس کشیده در خانه خود استفاده کرده. من فکر نمیکنم که در 1400 نقطه‌ای که حکومت افغانستان ذکر کرده همچون مورد ذکر شده باشه. موردی است که او اجازه اگر موارد بسیار کلان است که استفاده صورت گرفته و بر ما هم قابل سوال است. بر ما هم قابل سوال است که چرا فقط یک جمله ما رئیس جمهور افغانستان این قانون آل توشیح میکنن؟ چرا نمیگذارن که رئیس جمهور آینده که اونا این قانون توشیح بکنن؟ تشکر آقای افضلی. اگر وقت ما دوباره برمیگردم حافظ صاحب، یک مورد دیگه هم هست، مورد تشخیص معدن که شما خودتان اقتصاددان هستین و میره بهتر میدانید. گفته میشه در بعضی جاها به نام از اینکه تشخیص بتن باید که یک نقطه بغلان اشاره کردن که دقیق نام بشه میاد شاید اکتشاف بچه اکتشاف شوه که اونجا معدن طلا است یا نیست. میگن که توافق شده که اونا باید 2000 تن سنگ انتقال بتن که بفهمن که اینجا طلا است یا نیست. و هم میگن که باز در 4 سال به جای از اینکه اونا کار از این ادامه بدن که اونجا کشف کنن، به جای از اون میگه که طلا را استخراج میکنن میبرن و بعد از اون مراجعه میکنن که ما نتونستیم 1-2 سال دیگه باید تمدید شود. چون موارد هم هست. نمیفهم چقدر شما خب من به شما عرض میکنم خب اول آقای صدیقی جوان فریخته و با معلومات است و کتابا معلوم میشه که زیاد کتاب خوانده، ولی من یک چیز برشان میگم او که تازه ترین کتاب حداقل 40 سال کونه تر از زندگی است. مثلا من وقتی که یک عمر درس خواندم و کار کردم و دیگه کردم، باز پسان اول مقاله نشته میکردم با یگان رساله، بالاخره یک خوب یا خراب به نام کتاب چیزای نشته کردیم. یعنی که در بعد از میانه سالی تفکر آدم اجازه میده که آدم اینقدر تراوشات ذهنی داشته باشه که گپش به کتاب برسه. ما بحث ما چی هم که هست، یکی حکمت نظری است که حکمت عملی. حکمت نظری مراجعه به کتاب است و در کتاب غرق شدن است. یگان دفعه حکومت وقتی که نخواه کار را بکنه کمیسیون جور میکنه یا کمیته جور میکنه. در این کمیته تو شد در حالی که مسائلی است که 2 جمع 2 4 است. همون وزیر مربوطه میکاره کرده میتونه، همون معین میکاره کرده میتونه، رئیس کرده میتونه، که در کمیته انداختش. صدها کمیته پیدا کردن تروریستای تعیین شده که شخصیت‌های مهم مملکت کشتن. اگر یک شما پیدا کردن که همون سر رخ داده باشه برای من میگم. ما یک چیز برای شما عرض میکنم و به شنونده‌های محترم و به جناب آقای صدیقی هم که جوان خوبی است، من بهشون احترام دارم، این است که زیاد در دهلیزهای تئوریک حقیقت قربانی نکنین. حقیقت بسیار علنی تر از این است که آدم رو در کتاب جستجو کنه. یکی دیگه این مسائل در پیش چشم ما تیر میشه، ما نمیتونیم که حواس خود بازی بتیم. به طور مثال ما در قرارداد مثل عینک 6 تا بودم. در خود مقر وزارت معدن هم شما آرشیفتان بکشین، در مو اعلامیه‌ای که داده میشه در اونجا ما در پالی وزارت معدن شدیم. ما در خود پارلمان افغانستان در پالی وزرای محترم سکتوری که سکتور اقتصاد مملکت اداره میکنن در کمیته معدن هستن 6 تا بودم. رئیس محترم کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست که مسئله معدن مربوط است در پارلمان 6 تا بود. من چیزی را که براتون میگم هنوز در هیچ کتاب نوشته نشده. این بعداً نسل بعد شاید نشته کنه، یا شما نشته کنن یا بختیار صاحب نشته کنه یا اینا نشته کنن. ما بر شما عرض میکنم که مسائلی را که ساده را بغرنج نسازیم. فقط بحث ما سر چیست؟ بحث ما سر از است که کل ما هدف ما هیچ کس خائن اینجا نیست. شما هم به نحو از آنها سعی میکنید، لیکن یک فرق بین شما و بین ازیا و بین ما است. شما مامور دولت هستین، شما پالیسی های دولت اگر دفاع نکنین با وظیفه تان درست وارسی نکنین. شما حال مامور و معذور از وقت گفتن. خب اینا نماینده جامعه مدنی هستند، از زاویه دید خود مسائل ارزیابی میکنن و کار روشنفکری از یا مبتنی بر نقد است.
کمبود پیدا میکنن، آسیب شناسی میکنن. کار من به شما توجه برای که ما به حکمت عملی قضیه میپردازم، سکتور خصوصی افغانستان امیال نیازمند یک پالیسی است که تمام پتانسیل‌های از یاره و ظرفیت‌های بالقوه از یاره در جهت خدمت به مردم حکومت آینده افغانستان به کار بگیره. ولی نشده این کار. به خاطر چی نشده؟ به خاطر از اینکه من به شما میگم که شما یک چیز باید براتون عرض کنم به صراحت که یکی از مؤلفه های شفافیت علنیت است. پنهانکاری خودش مثل تاریکی است که در او هر چیز ممکن است اتفاق بیفته. دزد در تاریکی میره. از این خاطر وقتی که بر ما گفتن که ما بر شما قرارداد مثل اینک دادن نمیتونیم، ما اعلان نکردم، باز مصاحبه کردم، باز دوباره رفتم به وزارت معدن. وزرای معدن اتفاقا کلشون دوستای ما بودن، با شمول این وزیر معدن موجود از جمله دوستای قابل احترام است بر من. وزیر معدن وقتم رفیق و دوست ما بود، وزیر بعدیش هم دوست ما بود و هم وطندار ما بود و این وزیر هم که از جمله دوستای نزدیکم است. ولی ما در سر منافع ملی افغانستان مجامله نمی کنیم. صراحتاً برشان میگم و هدف ما تخریب نیست، هدف ما بهبود مسائل است. کمبودایی که وجود داره در نظام و سیستم میخوایم رفع شود. حالا ما براتون میگم که از دید ما چند مشکل وجود داره. در اینجا آدمایی که 10 سال پیشتر نان خوردن خود نداشتن و اگه یک چاش نمیافتن شو نمیافتن، هر کدوم 100 میلیون دلار داره. از کجا یافتن؟ از اینمی استخراج معادن غیر قانونی و جغلی را که بر خانه خود میبره او را هر کس از پولی خانه خود میبره. لیکن این نقاط معدنی مثلا بیروج یا میبرن، لعل یا میبرن، لاجورد اینا میبرن، بیروج و یاقوت یا میبرن. این طور هم نیست کم برن. شما ببینید در کل بازارهای منطقه ما خو یک آدم عملی هستم که هر روز میرم، مثلا در جیمستون چین من میرم هر روز، در اوبرشتاین آلمان هم میرم هر روز، در بازار مارکت سنگای قیمتی دوبای میرم و ما با یک ذهن مجهز اونجا میرم. به حیث یک کسی که نماینده منتخب سکتور خصوصی افغانستان هستم و خود حافظ منافع مردم خود میدانم. ما میرم در اونجا میبینم و یکی از وظایف ما کشف است. ما میبینم که سنگ افغانستان در اونجا است، محصول گمرکش پرداخته نشده، رویالتیش پرداخته نشده، قیمتش پرداخته نشده. در اینجا یعنی که از دارایی مردم غارت صورت گرفته. ما شما را ملامت نمیکنم به خاطر از اینکه ما 2450 کیلومتر مرز با پاکستان داریم، 10 کیلومترش تحت کنترل دولت ما نیست. ما در حدود 1600 کیلومتر مرز با ایران داریم، بغیر از میل 76 و 78 و می دو قارون دیگه کدام جایی در تصرف ما نیست. یک موضوع دیگه هم سنگ کرومایت در لاری انتقال میتن، لاجورد و یاقوت خو بسیار رسانه‌ای میتونن انتقال بدن. براتون مرز میگم که این میدان هوایی ما 18 میلیارد دلار پیسه نقد افغانستان رفته. در هیچ جای دنیا شما در امریکا شما 10,000 دلار داشته باشید پیشتون پس میگیره که بیا کلیرنس تو از کجا کی پیسه را. در اینجا در مجموع مشکلات بسیار زیادی وجود داره، اما ما در این مسئله مشخص باید بس خود متمرکز کنیم. بحث ما است که پیشتر در آغاز صحبت خود گفتم که بدترین قانون از بی‌قانونی که خوب است، اما کمبودهای جدی داره. یکی از کمبودهای دیگه از اینه که برای ما گفتن این است که سهم مردم محل در این بسیار کمرنگ است. وقتی که لوگر تقریبا همراه مثل عینک زیر رو میشه، این کوهاش چپه میشه، این خود گپ خورد نیست. با میلیون ها تن سنگ و خاک اوجا بالا و تا میشه. شما ببینید که اثرات محیط زیستی از چقدر است. یک مردمی که نسل در نسل چندین هزار سال در زندگی کردن، به یا گفتن که ما 5% از محصول از او برای ولایت مربوط میتیم. خب ولایت خب باز کلش عموم منطقه مثل عینک نیست، نه؟ او خب یک ولسوالی است. اول خب اینا 95% دگان میگیرن، باز 5% به کل ولایت لوگر میتن، باز به مردمی که متضرر میشن و مردمی که در اونجا زندگیشان برای اینکه مس خب با چیز همدارنی اکسیدم میشه، وقتی اکسیدش خود زهر میشه، سیانور از امو ساخته میشه، زهر که مردم میکشه. به این خاطر ما پیشنهاد ما است که حالا خود شد توشیه هم شده و این قانون عملی است، ما قانون احترام میکنیم، ولی پیشنهاد ما است که در اولین تصحیحی که صورت میگیره باید به نقاطی که از طرف جامعه مدنی گفته میشه و از طرف فعالین سکتور خصوصی گفته میشه در یک بحث منطقی رویارویی، نه تو که جانبدارانه مثلا اینا طرف دولت بگیرن من طرف اتاق بگیرم و سکتور خصوصی رو بگیرم و اینا طرف جامعه مدنی بگیرن. ما به عنوان بخش‌های مختلفی که
یک ارکستر باید بنوازیم، سازهای مختلف. ما باید این رقم عمل کنیم. حالا ما براتون میگم که 5% من مخالف هستم. در کل دنیا نرم بین المللی یک قسم نیست، ولی در اینجا چون حکومت متمرکز است، اداره متمرکز است، توزیع سیاسی و توزیع قدرت صورت نگرفته، این ما عادلانه نمیدانم. برای که یا خراب میشن، تباه میشه، ولایتشان بیخی زیر رو میشه. باید به وا کم از کم 25% داده شود. ما تو مسائل مشخص میخوایم. دیگه مسئله که میخوایم براتون بگم است که اینمی اشخاص و افرادی که امی یکی از اشخاصی را که یک معدن گرفته، خب چندین معدن گرفته، یک معدن نه، من میگم اینا یک قدر محتاج و پریشان بودن که خانه نشیمن خودم میفروختن، ولی امیال کم از کم 500 میلیون دلار دارن. از برکت امی با معادن ارقام افغانستان یک بخش از چندین کار دیگه مو دارن. خب میشه همون شخص نام بگیرین؟ نه دیگه ما خود دشمنی برای مردم نمیکنم. ما در یک درست محکمه نیست. عادل در پیش شما نمیگم در بلدی که خودش جناب قانون تخطی است. جناب آفیسر با احترامی که من به شما دارم، ببینین اولی که نقد تعریف داره، نقد جدا کردن سر از ناصرت. خواهش می‌کنم و یک چیز دیگه سوال برانگیز است. بختیار بیشتر صاحب. بحث مافیا شد. اگر در پشت معادن افغانستان مافیا نمیبود، قانون معادن ماها گم زیر جنجال و به بسیار مشکلات تصویب و توشیح شده. نه آقای بختیاری هم این پیش فرضم درست نیست. ما چند مسئله را اجازه می‌خوایم. وقت پوره است، وقت برنامه متاسفانه. فقط 3 جمله می‌خوایم بگویم. اولی که آقای حافظی اشاره بری داشت که به ما گفتن به معنی نادرست بودن قانون نیست. فصل اجازه بتین. کدام موضوع را؟ گفتن ایشان به اشاره به من گفتن که قانون سهم مردم محل خیلی 5% گرفته، بله. کم تبیین کرده. این قانون در اجازه بتین، این قانون متحد بر انکشاف متوازن در ولایات افغانستان است و فصل فصل 14 این قانون حفاظت از محیط زیست و انکشاف متوازن به عنوان اصل در مواد خود تبیین کرده. همون 5% است یا زیاده؟ 5% از مجموع رویالتی که بعد اسم استاندارد بین المللی 5% است. خیر در استانداردهای بین المللی اصلا از عواید معدن استفاده در محل نمیشه. او میره به بودجه ملی، از بودجه ملی در یک تخصیص کلی در کدام کشور دنیا شما را در جامعه در کل جمهوری فدرال هم کار است برای کل جامعه فدرال با یک نظامی که گفتم یک این نقص نظام متمرکز است، عادلانه نیست. ببینید نظام فدرالی فقط یک جمله شما وقت پوره است. فقط میخوایم بسیار کوتاه عرض بکنم که ما خواهان عظیمی هستیم و من کاملا تایید میکنم گفته حافظی صاحب که ما باید در تقابل با هم صورت نگیره کارها، باید که با هم صحبت بکنیم. ما نمیخوایم که با وزارت معدن جنجال داشته باشیم، ولی میخوایم که اونا رو کمک بکنیم که قانون بهتر بسازن، چارچوب بهتر حکومتداری برای سکتور معدن ایجاد شود تا همین مشکلاتی که مثلا حافظی صاحب ذکر کردن که مشکل مشوره با مردم است که به شکل درست کار نشده سرش. فکر می‌کنم که بفهمه که شرکتی که قرارداد کرده مالک اصلی شرکت کیست؟ دقیق و مشوره با مردم. مالک اصلی هر شرکت در جواز و شرکت عکسش، هویتش، مقدار سرمایه گذاریش، تمامش. حالا من بیشتر گفتم که از یک کسی وکیل صاحب مثلا 6 شرکت داره. ببینین ما باید بفهمیم که همین شرکت اصلا از کیست. مطابق به قانون مالک اصلی هر آن کسی است که جواز داره. خب ما وزارت خیر این مشکل قانونی اجازه بدید مشکل کاریابی همینجا است که در این هم الزامی نشده که حتما از مردم افغانستان استفاده شده. همین کار هم شده. اجازه بدید که مواد قانون اجازه بدید همین قانون هم میخوانم. اجازه بدید من معلوماتی قرار دارید. من بنده خلای معلوماتی نیست. اجازه بدید ببینید کاریابی مشکلش اینجا است که اگر در افغانستان کارمندای با مهارت لازم وجود نداشته باشه میتونن که از بیرون برن. خیر اما یک مسئله باید امی الزامی شده که شرکت امی مردم باید که آموزش بدن و آماده به این بسازن که خود افغانا کار بکنن. یعنی این قانون باید به خاطر سرمایه‌گذاری تنها به خاطر جلب سرمایه‌گذاری بیرونی باید ساخته نشود، بلکه به خاطر نفع مردم باید ساخته شود و باید که یک بحث کلی باید صورت بگیره که با هم گوش بگیریم، با هم گوش بگیریم، موضوعات باید که به شکل درست مطرح بکنیم. من نکم تردید موضوع ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان.